سلام به روی ماهتون با یه نون سیب خوشمزه. اسمش نونه ولی از هر کیکی خوشمزه تر و لطیفتر و لذیذتره و از همه مهمتر و جالبتر این که اصلاً از شکر مصنوعی توش استفاده نشده. ترکیب سیب و عسل توی این نون معرکش کرده. مطمئنم شک ندارم که این نون رو درست کنید عاشقش میشید. همزن برقی نمیخواد، ابزار و امکانات خاصی نمیخواد، همه مواد اولیه‌اش هم مطمئنم که تو خونه در دسترستونه. اول از همه برای درست کردن این نون خوشمزه، یا در حقیقت یه جورایی من همیشه بهش میگم مثل کیک میمونه یا مثل پای میمونه واقعا. اول خمیرش رو میخوام درست کنم. خوبی خمیرش در اینه که اصلا احتیاج به همزن و میکسر و اینها نداره. مخمرم داخلش نیست. چون مخمر داخلش نداره بنابراین زمان استراحت طولانی و اینها هم نیاز نداره. خب حالا اول از همه خمیر رو درست کنیم. من آردو طبق اندازه هایی که داخل ویدیو براتون زیرنویس شده آردو میریزم داخل کاسه و بیکینگ پودر رو بهش اضافه میکنم. اندازه گیری ها باید به این صورت سرصاف باشه. اصلا این حالت سرپر و اینها قابل قبول نیست و کاملا سرصاف. خب من بیکینگ پودر رو اضافه کردم بهش. اول این رو یه مقدار مخلوط میکنم. بعد از اینکه یه خورده مخلوطش کردم بعد کره رو بهش اضافه میکنم. کره‌ای که داریم بهتره که خیلی گرم نباشه و خنک‌تر باشه. به همین صورت با نوک انگشت کره رو به خورد آرد و بقیه مواد میدم. ببینید تا چه زمانی این کار رو ما باید ادامه بدیم. تا زمانی که تمام کره داخل آرد پخش بشه. ببینید الان تیکه های کره به صورت درشت داخل آرد دیده میشه. پس همچنان من باید این حرکت رو ادامه بدم تا دیگه اصلا کره ها رو، یعنی وقتی آرد رو به این صورت میارم بالا اصلا تیکه های کره دیگه نباید دیده بشه. دقت بکنید این کار حتما با نوک انگشتاتون انجام بشه. اگر دستگاه غذاساز در دسترستون دارید میتونید آرد و کره رو با هم توی غذاساز بریزید که خیلی راحت‌تر و سریع‌تر این کار انجام میشه. ولی خب من خودم همیشه دوست دارم که با دست کره رو به خورد آرد بدم. الان دیگه تقریبا من هیچ تیکه‌ای از کره نمیبینم. اصطلاحاً توی این مرحله میگن که آرد باید شبیه پودر سوخاری یا پودر نون بشه. به این حالت یه حالت زبری پیدا میکنه. خب حالا وسط مواد رو من باز میکنم و شیری که اندازه گیری شده رو میریزم. البته همشو نه، من نصفشو فعلا ریختم و شروع میکنم به این حالت هم زدن و مخلوط کردن. زمانی که شیر جذب شد دوباره یک کمی دیگه شیر رو اضافه میکنم. در حقیقت شیر رو یه دفعه نمیریزم چون ممکنه این مقدار شیر جذب آرد نشه. این دیگه بستگی داره به نوع آردی که استفاده میکنین که جذب رطوبتش بالا باشه یا نه. پس به همین صورت هر یک کمی شیر رو که میریزم مخلوط میکنم و چنانچه خمیرم خشک بود و شیر لازم داشت باز یک کمی دیگه شیر رو اضافه میکنم. خب الان تقریبا یه مقدار دیگه شیر لازمه که اضافه بشه. میبینید این قسمت زیر یک کمی خشک مونده. و این یه تیکه آخرش که لازم بود. خب حالا خمیر رو منسجم میکنم به این حالت. خب ببینید الان من باید چسبندگی خمیر رو از روی دستم بگیرم. دستم رو یه مقدار به این صورت آردی میکنم و سعی میکنم خمیرهایی که به دستم چسبیده رو به این صورت جدا کنم. چون این خمیرها خودش حالت چسبندگی ایجاد میکنه
و باعث میشه که خیلی شما اون چسبندگی اصلی خمیر رو متوجه نشید. خب حالا این خمیر رو یه مقدار کم به این صورت مالش میدم. مالش زیادی لازم نداره، اینو یادتون باشه. ورز دادن زیاد و اینها برای خمیرهاییه که داخلش پودر مخمر یعنی مایع خمیر استفاده میشه، ولی خمیری که بیکینگ پودر داره احتیاجی به ورز دادن زیاد نداره. اگر احساس کردید میچسبه به دستتون، یک کم دستتون رو آردی کنید. خب در همین حد مالش دادن کافیه. خمیر رو داخل کاسه قرارش میدم، با یه نایلون روشو میپوشونم که اصلا هوا با هوا در تماس نباشه و خمیر خشک نشه. و خمیر رو میذاریم توی یخچال. 1 ساعت داخل یخچال باید استراحت کنه. توی فاصله تا در حقیقت خمیر داره استراحت میکنه، ما میخوایم مواد میانی نونمون رو آماده کنیم. همونطور که از اسمش پیداست، خب این نون سیبه و ماده اصلی میانیش هم سیب هست. سیب رو پوست میکنیم و بعد از اینکه سیب ها رو پوست کندیم باید رنده کنیم. ببینید فرقی نمیکنه از سیب زرد استفاده کنین، سبز یا سیب قرمز. این دیگه بستگی داره به شما و ذائقتون، چون سیب سبز یک حالت ترشی داره که من پیشنهاد میکنم استفاده نکنید، به این دلیل که ما اصلا از هیچ نوع شکری توی این در حقیقت موادمون استفاده نمی کنیم و اگر سیب ترش استفاده بکنید خیلی به نظرم انتخاب خوبی نخواهد بود. من سیب زرد رو ترجیح میدم. اگر سیب زرد در دسترس نبود از سیب قرمز استفاده میکنم. سیب‌ها رو پوست کردم، از یه رنده درشت استفاده میکنم و سیب‌ها رو کاملا رنده میکنم. ببینید سیب رو باید همون لحظه‌ای شما پوست بکنید و رنده کنید که همون موقع میخواید سیب رو بپزید و کارتون رو ادامه بدید، چون اگر بمونه زرد سیاه میشه و مزه‌ش هم حتی عوض میشه. خب یه تاور گذاشتم رو حرارت گرم بشه، یه مقدار خیلی کم کره رو داخل تابه میریزم، ببینید، و منتظر میمونم کره ذوب بشه. دوستان این تابه ها کاملا استیل هستن، ضد خش و کشیدن قاشق به کف تابه هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه، نگران نباشید. خب بعد از اینکه کره ذوب شد، حالا توی این مرحله میام سیب های رنده شده رو بهش اضافه میکنم. تمام سیبی رو که رنده کردیم اضافه میکنم و هم میزنم. حالا باید منتظر بمونم این سیب با در حقیقت حرارت آبش کشیده بشه. یه کمی هم اگر سیب خیلی سفت بود یه مقدار حرارت رو کمتر بکنید تا آروم آروم سیب نرم هم بشه. یه چند دقیقه بهش زمان میدم. خب سیبا که دارن حرارت میبینن، حالا گردو رو میخوایم خورد کنیم که به سیب اضافه بکنیم. لازم نیست خیلی گردو رو ریز بکنید، در همین حد ببینید خوبه. البته اگر دوست دارید که حالا ریزتر باشه و کمتر زیر دندون بیاد اشکالی نداره، میتونید این کار رو بکنید، ولی یکم زیر دندون احساس بشه این گردو به نظر من بهتره. گردوها رو اضافه میکنم و علاوه بر گردو من بهش یک کمی پودر دارچین هم اضافه میکنم. اندازه پودر دارچین اگر یه ذره کمتر یا بیشتر بشه اشکالی نداره و مشکلی پیش نمیاد. یعنی در حقیقت این دارچین تا یه حد زیادی طعمش سلیقه‌ایه. دوباره همچنان یه کمی تفت میدم. هنوز این سیب یه مقدار آب داره، میخوام آب سیب کامل از بین بره.
بیایید از نزدیک ببینین دوستان. الان هیچ رطوبت و هیچ آبی کف ظرف دیده نمیشه، یعنی کلا رطوبت سیب از بین رفته و آبش کشیده شده. وقتی به این مرحله رسید، حالا موقع اضافه کردن عسله. من برای شیرینیش از عسل استفاده میکنم. توی این مرحله حدود 2 تا قاشق عسل رو به سیب اضافه میکنم و بقیه عسل رو نگه میدارم برای مرحله بعد که میخوایم برای رومال نونمون ازش استفاده کنیم. یه هم میزنم تا عسل هم ترکیب بشه. عطر و بوی سیب و دارچین و عسل چنان توی فضای ما پیچیده، واقعا جای همتون خالی. خب الان تو مرحله ایه که دیگه عسلم ترکیب شد، آبم که نداره، دیگه باید خاموشش کنم و بذارم کنار. این مواد باید کاملا خنک بشن، یعنی تا زمانی که کامل سرد نشده من نباید داخل خمیر قرارش بدم، چون اگر گرما داشته باشه حتی خیلی کم، گرماش به خمیر آسیب میرسونه و کارمون رو خراب میکنه. خب استراحتشو کرد خمیرمون. من یک کمی آرد روی میز کار میپاشم، خیلی کم، و ببینید این خمیر رو به همین صورت روی میز قرار میدم. یک کمی آرد روی خمیر هم پاشیده میشه. حالا تند و تند باید چک بکنین که زیر خمیرتون رو مطمئن باشید که آرد داره و نچسبیده. در ضمن آرد پاشی زیادی هم نباید انجام بدین، چون باعث خشک شدن خمیرتون میشه. حالا باید با وردنه خیلی آروم خمیر رو به شکل یک مستطیل با ضخامت تقریباً 0.5 سانتیمتر باز کنید. همینطور که دوستان دارین خمیر رو آروم آروم وردنه میکشید، با این حالت گهگاهی زیر خمیر رو چک بکنید. اگر آرد نداشت کمی آرد بزنید که مطمئن باشید که نچسبیده به میز کارتون. این طرفش هم چک بشه. روشم یک کمی آرد احتیاج داره. کاملا به شکل یک مستطیل خمیر باز میشه. خب بعد از اینکه خمیر رو باز کردم، نیازی به بریدن و صاف کردن اطراف خمیر اصلا نداریم. خب حالا اون سیبایی رو که آماده کردیم روی خمیرمون میریزیم. کامل میخوام سطح خمیر رو پر کنم. سیبا رو پخش میکنم. سعی کنید یه ذره از لبه ها فاصله بدیم، مخصوصا این لبه آخر، به این خاطر که حالا این طرف مهم نیست، چون از اینجا من میخوام اینو رول کنم. اگر که تا انتها سیبا رو بذاریم روی مواد، روی خمیر، موقع رول کردن ممکنه که بیرون بزنه. پس این ابتدای رول سمت خودتون، اشکالی نداره که قشنگ تا این لب سیب باشه، ولی انتها رو کمتر بزنید. خب عالی شد. حالا یه ذره اینجا من پرترش بکنم. خیلی خوب. حالا اینو شروع میکنم به این صورت رول میکنم، یعنی این مستطیل رو از طول ما رول میکنیم به این حالت. آروم آروم. ببینید اگر موقع وردن کشی زیرش رو کنترل نکرده باشید و چسبیده باشه، الان اینجا شما تو این مرحله دچار مشکل میشید. خب برای پختش از یک قالب کمربندی من استفاده میکنم و باید خمیر رو برش بزنم و داخل قالب بچینم. تقریبا من برش های 2.5 تا 3 سانتی میزنم خمیرمو. اگر احساس کردید با چاقو خمیر له میشه و یه ذره حالت دفرمه پیدا میکنه، میتونید از یه نخ کمک بگیرید برای برشتون. ولی اگر چاقو تیز باشه و خمیر خوب استراحت کرده باشه داخل یخچال، نیازی نیست، با همین چاقو هم شما میتونید به راحتی برش بزنید. خب برش ها رو زدم و حالا شروع میکنم به چیدن این برش ها.
داخل قالب. طوری میچینم که این قسمتش به هم متصل بشه ولی توی محیط دایره یه مقدار باز باشن از هم تیکه های خمیر. البته به شکل‌های مختلف شما میتونید این رو بچینید و بپزید. وسطش رو هم باز من سیبا رو میذارم، خمیر رو، رول خمیرمو. اندازه قالبی که الان من استفاده کردم یه قالب کمربندیه با قطر 20 تقریبا 23 سان که کاملا این مواد کفش رو پوشش میده. خب حالا موقع روماله. یه دونه زرده تخم مرغ داریم، من یه برسم بیارم و اینکه زرده تخم مرغ رو یه مقدار هم بزنید. اگر دوست داشته باشید که یه مقدار تیره تر بشه، از یک خیلی کم زعفرون یه کوچولو میتونید روش استفاده کنید. اینو بیارم اینجا ولی من الان زرده تخم مرغم زعفرون نداره، من بدون زعفرون زدم. کاملا با یک لایه زرده تخم مرغ پوشش میدیم. خب و اینکه زرده تخم مرغتون نباید یه لایه ضخیم و غلیظ باشه، یه لایه بسیار نازک. فر رو حتما باید از قبل گرم کرده باشید، یعنی نون شما باید داخل فر از قبل گرم شده قرار بگیره. طبقه وسط میذاریم، دمای فر باید 200 درجه سانتیگراد باشه و زمان پخت حدوداً بین 20 تا 30 دقیقه طول میکشه. حالا توی فرای مختلف با تنظیمات مختلف ممکنه یه ذره این زمان فرق داشته باشه، متفاوت بشه، اما کاری به زمان نداشته باشه. شما تا وقتی بذارید که رنگ و روی نونتون طلایی و قشنگ بشه. خب آماده است برای رفتن توی فر. خب بیایم ببینین دوستان، تقریبا حدود 30-35 دقیقه داخل فر مون و به این حالت پخته شد. حالا از فر که در آوردیم نذارید خیلی سرد بشه. زمانی که در حقیقت حالت ولرم داره، آهسته باید ما این رو جدا کنیم از قالب و به ظرف سرومون منتقلش کنیم. من اینو بیارم اینجا خیلی آروم. اگر خیلی سرد بشه دیگه ممکنه که خوب جدا نشه. اگرم احیانا موقع جابجایی 1-2 تا تیکه از اینها از بقیه جدا شد، هیچ اشکالی نداره، همونطوری میذاریدش اینجا و دوباره در کنار هم قرارشون بدید. خب حالا روی نونمون رو به این صورت کاملا عسل میریزیم. این مقدار عسلی که اینجا داریم اضافه میکنیم دیگه دست خودتونه، کمتر باشه یا بیشتر باشه. همونطور که دیدین ما اصلا از شکر استفاده نکردیم، فقط 1 قاشق عسل داخل سیب و مواد میانی ریختیم و دیگه شیرینیشو اینجا داریم با عسل تأمین میکنیم. حتما تا نون داغه شما، یعنی ولرمه، شما این عسل روش بدین. اگر احیانا نونتون موند و سرد شد و شما حالا بعداً دیدین مثلا عسلش کمه و میخواید عسل بیشتری بریزید، دیگه اگر نون سرد شده بود باید عسل رو حتما گرم بکنید و استفاده کنید. خب اینم دیگه همه اون عسلی که براتون گفته بودم. یه مقدار از پودر گل سرخ، پودر که نه، گلبرگای گل سرخ و همینطور پسته هم برای تزیینش من استفاده میکنم.